از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید. من که معنیش نمیفهمم، هر کی میفهمه بعد به من بگه. و بدانید که مجازات خدا شدید است، سیخ میکنه میچرخونه رو آتیش. ماجرا جهنم میدونید چیه؟ جهنم یه جاییست که آتش همه جا رو گرفته، زمین و زمان آتشه. تو این آتش ها مار میره، عقرب میره، 19 تا ملک عذابه. شیطون هم اونجا فرمانده کل قواست، چون رفیق خداست. بعد همه رو این 19 نفر، همه این میلیاردها نفر رو سیخ میکنن، رو آتیش میچرخونن یا پرت میکنن تو آتیش. اینا تو آتیش هی پوستاشون میریزه، چیز میشه. مثل همین فیلم های دیوونگی رو نگاه کنین، عین همین هاست. هی پوستا میریزه، آب میشه میریزه، دوباره پوستا در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. نمیدونم چشا حدقه قلپی میزنه بیرون، گوشا از این ور میپره بیرون، بعد دوباره میاد سر جاش. بعد یه لیوان آب جوش بهت میدن وسط آتیشا. این لیوان آب جوشو تو شیشه نیست، تو مثل داغه، قرد 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 سر میکشی میذاری زمین. بعد وسط این آتیشا تای جهنم یه درختیه، اون طبقه 7 جهنم. وسط این آتیش درخت عمل میاد، جل الخالق. خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. وسط آتیش درخت عمل آورد. این درخت میوه داره، میوهش شبیه کله شیطونه. بعد تلخ هم هست، اسمش هست درخت زقوم. وقتی این آب رو قل 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 خوردی، گوشتت هم شده که دارن میپزن. باید این درخت از این میوه هم گاز بزن، دوباره آب جوشه رو بخوری، دوباره چیزا همه آب شه بریزه، دوباره پوستا در بیاد، دوباره آب جوش بخوری، دوباره گاز بزن. مگر اینکه حسین به دادت برسی. به یزدان که در ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. اظهار عقیده نمی کنم. وقتی را یادآوری کن که در زمین کم و ضعیف بودید، یعنی 150 تا مسلمان بود بعد 13 سال، و می ترسیدید که مردم شما را برو بایند، چون تعدادشون کم بود. اونا همه گردن کلفت و اینا هرچی فراری و نمیدونم برده و گداگودو به جز به تعداد انگشتان دست آدم حسابی بود. بقیه همه گداگودوهای اونجا بودن که نون نداشتن بخورن. و خدا به شما پناه داد و با کمک خودش شما را یاری کرد و خوردنی های پاک را روزی شما ساخت تا سپاسگزار باشید. هیچ این کارا رو نکرد. برای اینکه بعد از اینکه محمد فرار کرد رفت به مکه، به مدینه، نون نداشت بخوره. ابوبکر همه زندگیش تموم شده بود، هیچی نداشت. اونجا مردم کمک میکردن که پیغمبر خدا نون بخوره. خدا چیزی براش نمیفرستاد از اون بالا. تا علی اومد و علی شروع کرد به کار کردن. 2 سال برای یهودیان مدینه آب کشی میکرد. بابت هر دلو آبی 1 خرما میگرفت. در روز کمتر از 20 خرما عایدات علی بود که اینا رو قسمت میکرد با محمد. 2 تایشون اینو میخوردن. تا 2 سال زندگی اینجور میگذشت تا رفتن کاروان نخله رو غارت کردن. قبل از کاروان نخله که برن کاروان زنی، بارها اقدام کرده بودن ولی هر دفعه به دلایلی شکست میخوردند. ای افراد با ایمان به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانتهای خود هم خیانت نکنید، در حالی که میدانید که این کار خیانت بزرگی است. حالا کدوم کار من نمیدونم. بدانید که مال و فرزند شما وسیله امتحان شماست. باز رفتیم سر جلسه امتحان. و بدانید که پاداش بزرگ پیش خداست. پاداش بزرگ یعنی همون حوری خونه. تو بهشت آبه،
عسل، شیر، خونه هایی است که با طلا و نقره درست کردن و حوریه. هیچ دیگه نیست، هیچ دیگه تو بهشت نیست. همه قرآن رو بخونید، اگه چیز دیگه پیدا کردید منم خبر کنید. در آیه 29 می‌فرماید ای افراد با ایمان، اگر از نافرمانی خدا بترسید، خدا برای شما قدرت تشخیص حق و باطل را به وجود می آورد. اما اگر نترسید مهر بهتون میکنه و گناهان شما را از بین میبرد و شما را میآمرزد و خدا صاحب فضل بزرگی است. به شرطی که به حرفش گوش بدی. اگه به حرفش گوش بدی، حوری خونه خیلی کارا برات میکنه. اما اگه به حرفش گوش ندی، سیخ کباب و مار قاشیه و عقرب جراره و گرز آتشین و ملک عذاب و از این حرفا دیگه هرچی دلت بخواد این آخوندهای بی پدر مادر درست کردن برای من تو. هرچی تو قرآن بوده کم بوده اینا هم روش گذاشتن. زمانی را یادآوری کن که افراد بی ایمان برای تو نقشه میکشیدن که تو را حبس کنند. افراد بی ایمان منظور ابو سفیان پسر عموی پیغمبر، معاویه است برادر زن پیغمبر. یا بکشند یا از شهر بیرونت کنند. آنها نقشه میکشیدند و خدا نقشه‌ای داشت. خدا بهترین طراح است. حالا که در رفته اینا رو داره میگه. وقتی آیات ما برای آنها خوانده شود میگویند شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این را میگوییم. اینها فقط افسانه های گذشتگان است. میگفتن آقا این قصه هایی که تو داری میگی تو تورات هم نوشته شده، این قصه های اوناست، تو چی داری میگی؟ امام الله گفته اینا. نه اینجوری نیستش. غلط میکنن، میگوین ما شنیدیم این حرفا رو، اگه بخوایم لنگشو میگیم غلط میکنن. هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و از جانب توست، باران سنگی از آسمان بر ما ببار. گفتن اگه راست میگی، این محمد راست میگه، عوض بارون آب بارون سنگی بگو از آسمون بباره. و هم چیزی امکان نداره، نمیشه. فوری جواب اومد از جانب الله، چون الله کاری نداشت. نسته و دونه عربا چی میگن جوابشون بده. و یا اینکه عذاب پردردی بر ما بیاور. خدا جواب میده تا زمانی که تو بین آنها هستی و تا وقتی که از خدا طلب آمرزش میکنند آنها را عذاب نمیکنند. نه طلب آمرزش کردند، نه اینکه خواستن محمد بین اونا باشه، کاری کردند که محمد فرار کنه. این قسمتی که ازتون خوندم سوره 8 به نام سوره انفال. من آخرینی که براتون خوندم آیه 33 بود، یعنی از آیه 1 تا آیه 33 را امروز